ایران فقط یه کشور نی، یه فرهنگه، یه تمدنه، یه هویته، یه ملته. قطعا قرض ورزی داره، وگرنه این همه هزینه به دلار در انگلیس برای ما ایرانی‌ها عاشق کشاورزیمونن. فکر می‌کنی واقعا؟ خب اگه روس بود این همه هزینه کرده بود دنبال آشتی و صلح تو مملکت ما بود، نه اینکه بیاد بگه آقا رهبرت فلان، این ورت فلان، اون ورت فلان، اون ورت فلان، گزارش نمیدونم. خب جرأت کسی داره که وایسه تو کشورش با تمام بدیها با تمام خوبی‌ها کنار بیاد، اگر هم جایی در حقش هر بدی شد ببخشه، پشت کشورش باشه، همه رو با هم آشتی بده. تو خیال میکنی من نمیتونم؟ جدی خواستم ایران بمونم و برای کشورم مفید باشم. 4 سالی میشه همون موقع که دبی اومدی. آره دیگه تصمیم گرفتم ایران باشم. خب آقا دیگه من ایرانم دیگه، جناحم مشخص شد. خیلی پر پهلوونه و مرد و فرشته، ایران روی قلبم نوشته، اسم تو اینجا بهشته، پر پهلوونه و مرد و فرشته. من امتحان نمی کنم رو موشدارو، نمیشینم منتظر نوشدارو، من از سرابم نه کمان دارم، دست خالیم تو فقط بگو کوش یارو. اینجا ایرانه حرفی نداری داشت، نشستن 100 تا حرفی فدایی باش، چرا بیرنگی زردی طلایی باشه، لشکر پشت تو مردی نداری لاش، اینجا مشتی میزنی فقط به کاه یه تنه میمونه. کدومم بخوام بتونم کمک کنم قطعا کمک میکنم. یه جا تونستم به ارتش کمک کنم، برای انرژی هسته‌ای اونا برم، با کمال میل رفتم، نه طلب پولی کردم نه هیچی. یه جا خواستم برم به مسلح ما، این حق مسلم ما، حق مسلم ما، مسلح فارس، مسلح فارس. منم معلم هندسه و ریاضیم، نه قاطی بازی سیاسیم، نه. با وجود تمام اینا بازم کار درست انجام بده، پشت مملکتش باشه، پشت بزرگتراش باشه، پشت اعتقاداتش باشه. آقا میتونه بیاد یه عکس از چه میدونم هر از گاهی، نه اینکه همیشه، هر از گاهی یه عکس از مدافعین حرم بذاری، یه عکس از رهبرش بذاری، یه عکس. نمی تو بازار پایین شهر ایران راه میری و بم نمیذارن وسط اون همه آدم، امنیت بالاست. کسی پرسید که این امنیت از کجا اومد؟ جوانان ما رفتن از جلوتر جلوشو گرفتن که اینجا به ما نرسه، رفتن مدافع حرم شدن. آیا تو اومدی خوندی برای اونا؟ من میگم واسه شهیدا هم میخونی، چطور واسه اون هم؟ همه جا پر دوست من اسم اونو دوست دارم، ایران روی قلبم نوشته، اسم تو اینجا بهشته، پر پهلوونه و مرد و فرشته.